بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب و احترام دارم. خوشحالم که مجدد توی فصل ورزشی 404 405 اصحاب محترم رسانه رو مجدد در سالن کنفرانس زیارت میکنیم. از اینکه توی دوران نقل انتقالات و پیشفصل از مجموعه باشگاه حمایت کردید و اخبار و نحوه آماده سازی و روند جذب بازیکن رو تحت خدمتون پوشش قرار دادید. از تک تکتون تشکر میکنم. در مورد بازی به هر حال داماش قصد داشت که اولین بازی رو توی شهر رشت با کسب 3 امتیاز شروع کنه. روی خدمتون عرض شود که منتهای مراتب قرار همه شما میدونید در چه شرایطی بازی برگزار شد و حریف که توی با تمام احترام برای کادر فنی حریف، برای دوست خوبم آقا مسعود شجاعی، برای مردم خونگرم و فوتبالی آبادان با تمام احترام، حریف تو مشت ما بود، میتونستیم که 3 امتیاز رو بگیریم ولی متاسفانه در رفت، سر خوردن رفتن. ایشالله تو بازی برگشت خود آبادان جبران میکنیم واسه یه 3 امتیاز. از این تیم طلبکار هستیم. در خدمتتون هستیم. من خسته نباشید. این بازی چشنواز رو بعد سالها از داماش تو رشت دیدیم. یه تیم خیلی فنی فوق‌العاده جوون، یعنی قشنگ لذت بردن فکر کنم هوادار داماش بعد از سالها که شما تیم رو بستید و یه چیزی فکر کنم خیلی امروز اذیتتون کرد و انرژیتون رو گرفت و بخواد هر بازی باعث بشه که شما انرژیتون رو از دست بدید و تمرکزتون به هم بخوره. فکر کنم نتونید نکات فنی رو به تیمتون چیز کنید. واقعا این موضوع خیلی اذیتتون میکنه. اگه میشه در مورد این دو تا موضوع یه توضیح بدید. اولش ممنونم آقای رفعتی. همیشه خدمتون شما از شرایط باشگاه داماش خدمت مثبت صحبت کردید. همون جوری که میدونید ما علی‌رغم اینکه دیر شروع کردیم، علی‌رغم اینکه خدمت شما عرض شود که میدونید، همه میدونن، ما تقریباً 29 روز قبل از بازی اول تمرینات خودمون رو شروع کردیم و یه مقدار زمانمون کم بود برای آماده سازی. خب همه میدونید دستمون هم خالی بود برای جذب بازیکن، ولی باز هم تونستیم که توی بازار نقل انتقالات بازیکن‌های جوون و با انگیزه جذب کنیم. همون جوری که همگان میدونن صورت جلسه‌ای که قبل از فصل به هر حال تیم ما بخش خصوصی 35 میلیارد تومان کل قرارداد اعضای تیم و کادر فنی و بازیکن همه با هم بودن و خدمتتون عرض شود با این بودجه محدود تونستیم بازیکنایی رو جذب کنیم که بیشتر دنبال اثبات توانمندی خودشون بودن. تا این لحظه که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، هفته اول هم پشت سر گذاشتیم، مجموعه تیم ریالی دریافت نکردن، ولی امروز دیدید که بچه‌ها جانانه با قلبشون برای تک تک اون افرادی که اومدن تو استادیوم و ناامید برگشتن به احترام ما، به خاطر تک تک اونا توی زمین همونجوری که گفتید تلاش کردن. ما دوست داشتیم که این 3 امتیاز به مردم با مرام، مردم جنتلمن، مردم با فرهنگ توی شهر اولین ها، همه میدونن شهر رشت شهر اولین ها، اولین کتابخونه، اولین داروخونه، اولین مدرسه دختران زنونه، اینا توی این شهر اولینا بوده. با افتخار رشتیم، با افتخار مخلص تمام رشتی ها هستم، رشتی های با فرهنگ. و امروز بعد از اینکه اینا میخواستن استادیوم رو ترک کنن، دقیقا 20 دقیقه به احترامشون اشک ریختن، به گواه خیلیا، چرا که کاری کردن که واقعا شرمنده کردن. تا عمر دارم مدیون این هوادارا هستن، مدیون رشتی ها هستن که امروز روی منو زمین ننداختن. به هر حال ما باید این رو بپذیریم، فوتبال با تماشاگر زیباست. مالکین گذشته این تیم توی مجوز ملی شرکت نکردن، با جریمه مالی، همون استراتژی که به درستی توی سالیان اخیر بر علیه باشگاه انجام شد، با جریمه مالی باشگاه رو جریمه کنه. هوادار که گناهی نکرده، چه کمکاری هوادار کرده؟ سازمان لیگ، فدراسیون فوتبال و همه، هر مربی اومده رشت، اولین چیزی که آقای رفعتی در مورد صحبت کرده در مورد چی بوده؟ در مورد هوادار داماش صحبت کرده. پس هوادار داماش مظلوم واقع شده و این آخرین بار بود که من از هوادار خواهش کردم
ضمن اینکه همه بیرون دیدن که من حق رو به هوادار دادم. هوادار حق مسلمش بود که امروز توی زمین توی استادیوم تیمشو حمایت کنه، ولی به هر حال یک سری مسائل توی قانون خدمتتون عرض شود که نمیشه از قانون تمکین کرد. امیدوارم همون جوری که رئیس محترم کمیته مسابقات امیرحسین فرانی عزیز که ازش تشکر میکنم، از روزی که مسابقات لیگ ایشون رئیس شدم توی مسابقات همه چیز با کیفیت انجام شد، همون قولی که به من داد دقیقه 15 بازی که رفتیم با هوادار صحبت کردیم پای قولش بمونه و تو هفته من دیگه هیچ قولی بابت هفته های آینده تو گیلان نمیدم. خود مسئولینم باید بیان پای کار. از احمد آقای دنیامالی انتظار داریم پای کار بیاد. ضمن این که میدونم که آقای تاج داماش رو دوست داره و خدمتتون عرض شود که پای این تیم هم مونده و دیروز هم آقای تاج دوست داشتن که این هوادار بیاد با توجه به رایزنی که صورت گرفت. علی ای حال ما باشگاه آمادگی اینو داره که هر گونه خدمتتون عرض شود که کاری که منجر به این بشه که تو هفته سوم باعث بشه که هوادارمون تو استادیوم حضور پیدا کنه حاضره که هر کاری رو انجام بده. ما حاضریم من و بازیکنام پول نگیریم، اما این مجوز ورود هوادار توی استادیوم صادر بشه که بتونن از نزدیک از عشقشون حمایت کنن. همونجوری که شما گفتید به هر حال بخشی از مسئولیت‌های اجتماعی ما همینه. همین مردم ما رو بزرگ کردن، همین مردم از تیم ما حمایت کردن. داماش بدون هوادار معنایی نداره. من خالصانه با تمام وجودم از قلبم برای هوادار صحبت کردم. این تیم 6 سال پیش از این شهر رفت، چه اتفاقی افتاد؟ هیچی. دوباره مجدد این هوادار بود که این تیم رو زنده نگه داشت و اگر هر گونه انرژی از من گرفته حاضر بازم این اتفاق بیفته، ولی هوادار راضی از استادیوم داره. دست تک تک هواداران میبوسم، خیلی حرمت ما رو نگه داشتن. امیدوارم لایق این باشم که این گونه حرمت گذاری رو داشته باشم. قدر شناسیم، دست هوادارا رو تک تک میبوسیم. امیدوارم که از هفته سوم اونا رو کنار خودمون داشته باشیم. میدونه همه تیما میدونن که چه هراسی از این هوادار ما دارن. بکنم حداقل رنگی که میتونستم بدم مثل خیلی از بازی، مثلا بازی خیبر آقایان رو جلوشو گرفتن، خانوما رو راه دادن. این بازی میتونستم با حضور بانوان بزنم. آقای رفعتی به هر حال صحبت به جایی بود. امیدوارم که مسئولین شهر ما تو بازی آینده حتما این لطف رو بکنن، موجبات دوباره حضور بانوان رو خدمتتون عرض شود که برای اولین بار تو شهر رشت انجام بدن که حداقل ما از این موهبت برخوردار باشیم. آقای نظر محمدی، سرمربی حریف آقای مسعود شجاعی معتقد بودن که این زمین به شدت مشکل داره و در حد زمین تمرین هم نیست و به همین خاطر دو تا تیم مجبور شدن که اصطلاحاً به سبک بزن زیرش بازی کنن. نظرتون در مورد این چیه؟ والا این که زمین کیفیت خوبی نداشت منم قبول دارم. ما باید با همه احترام با واقعیت‌ها زندگی کنیم. قطعاً زمین بی‌کیفیت روی کار فنی تیم خودمون هم تاثیر منفی گذاشت و خدمتتون عرض شود که من فکر میکنم با توجه اینکه هوا رو به سمت خنکی بره، شرایط تیم زمین با توجه به اینکه مهندسین دارن کار انجام میدن بهتر میشه. خب همونجوری که میدونید مشکل آب هم که داشتیم، به هر حال هوا رو به سمت خیلی گرم بود توی مرداد ماه تا اواسط تیر زمین اوضاعش خوب بود، ولی توی مرداد متاسفانه شرایط زمین به هم ریخت و امیدوارم همه میدونن که سال گذشته حتی آخرین بازی لیگ با شهرداری نوشهر زمین یکی از بهترین زمینای فوتبال ایران بود. امیدوارم از هفته سوم با توجه به اینکه یه 13 روزی ما نباشیم شرایط زمین رو آقای رجبزاده آقای الماسخاله بتونن تامیناتی رو اتخاذ کنن با اداره ورزش که کیفیت زمین رو بهتر بکنن، چرا که ما به حریف کاری نداریم. خودمون امروز آسیب دیدیم از زمین ناهموار که دقیقه 90 هم دیدید که یکی از بازیکنامون به خاطر شرایط بد زمین آسیب هم دید. اصلا نباشید آقای نظر محمدی، بالازاده هستم از دیار بارش. یه موضوعی که هست، ما احساس میکنیم که من به عنوان هوادار ما نیاز به بازیکن همچنان داریم. اضافه میشه بازیکن پول داریم؟ نه قاعدتا.
ولی شما قاعدتا احساس نیاز میکنید. 100%. ما امروز علیرضا رمضانی یکی از وینگر خوب بومیمون رو به دلیل اینکه هنوز شرایط کارت پایان خدمتش درست نشده بود امروز در اختیار نداشتیم. با یکی دو تا بازیکنم حتی خدمتتون عرض شود که مذاکره هم کردیم. دنبال منابع مالی هستیم. مالک ما بخش خصوصیه، خب نمیتونه همه کارا رو با همدیگه هندل کنه و واقعیت قضیه اینه که من علیرغم انتقاد و چالشایی هم که با مالک داریم توی جلسات مختلف، ولی باید اینو بپذیریم این مالک بوده که از نیم فصل سال گذشته که به جمع ملغ شد تا الان دوام آورد. همه میدونن که پنجره نقل انتقالات این تیم بسته بود، هم نیم فصل سال گذشته پنجره رو باز کرد، هم ابتدای فصل پنجره رو باز کرد. کی باز کرد؟ همین مالک باز کرد پنجره رو. خب ما باید یه کمکی به این مالک بکنیم. تا الان هیچ کمکی انجام نشده. جلسه با استاندار فایده میده. ببینید آقای اتفاقاً توی سالی حضور داریم که مسئولین استان توی تعامل کامل با ما هستن. هم آقای الماسخاله، هم آقای آرمان، هم آقای استاندار. خدمتتون عرض شود که هم اعضای محترم شورا شهردار که جا داره ازشون تشکرم بکنم، توی تعامل کامل با ما هستن و انتظار داریم که یه مقدار بیشتر به ما توجه بکنن. ما بخش خصوصی هستیم. خب امروز اون تیم میاد جلوی ما، همه میدونن بودجه اون تیم چنده. یه بازیکن اون تیم نصف بودجه تیم منه. خب نمیخوام اینا رو باز بکنم. ما توی زمین میجنگیم، به جایی که کنفرانس بهونه بیاریم توی زمین میجنگیم. از ابتدا تیم رو خودم بستم، اما اون چقدر که پول داشتم رفتم آش خریدم. خیلی بهتر از این میتونستیم تو بازار، اما دستمون خالی بود. قائم مقام باشه آقای عبداللهیان تو تمام مذاکرات کنار ما حضور داشتن. خب دیدن که ما تا این لحظه هم گفتم ریالی پول ندادیم. سقف بودجمون کمترین قراردادها رو در لیگ دسته اول تیم داماش داشته، اما هوادار میدونه من بهش قول دادم قطعا امسال استرس سال گذشته رو نخواهیم داشت، اما دستمون خالی تر از سالهای گذشته است. نیاز به کمک داریم و توجه همه ارگانا و همه مسئولین محلی.